به نام خدا سلام عرض میکنم. من عارفه کلاهدوست هستم، دانشجوی اقتصاد در میگیمو در مسکو. امروز ما در فرومی شرکت میکنیم که مربوط به بیزینس و فضای تجاری، بیشتر حالت سمینار و سخنرانی داره. خیلی شرکت ها شرکت نکردن، همونطور که میبینیم فضا خیلی خلوت و باز هست و از طرف دانشگاه تونستم در واقع ورود داشته باشم و همچنین اینکه فروم امروز در فضای کریپتو سامیت که قبلا اومده بودیم و بازدید کرده بودیم، یعنی سالن MTS برگزار شده. خب ما منتظر هستیم تا سخنرانان بیان و ما ببینیم که آیا سخنرانی آنها مفید هست یا نه، که در غیر صورت باید فضا رو ترک بکنیم، چون که فضا نسبت به نمایشگاه هایی که ما دیدیم خیلی فضای بازی هست و خیلی تراکم شرکت ها وجود نداره و بیشتر یک فضای دانشجویی و مشارکتیه. اینها یک مدرسه بین المللی بیزینس هستند که مدل های مختلف بیزینسی در واقع فراهم میکنن تا در واقع بیزینسمن های مختلف با هم آشنا بشن و همکاری و نتورک داشته باشن. الان هم که در واقع فروم شروع شده و سخنران ها قراره صحبت بکنن به همراه این ماشین های زیبا. Здесь основная задача нашего СМИ донести до зрителя, донести до вас, уважаемые гости, современные тренды, идти в ногу со временем. همونطور که مشاهده کردین در این ردیف عکس کاملا عکس خانوم ها به نمایش گذاشته شده بود و در واقع میخواستن مقام زن رو در تجارت با نقاشی یک جوری نشون بدن، ولی خب این نقاشی ها واقعا سطحش خیلی بالا بود و من واقعا لذت بردم. Умные люди в мире, ну живем-то, а? Темпы роста ВВП 0. بازدید از جلسه امروز رو به پایان میرسونیم با آرزوی موفقیت.